گاهی در سایه‌های داستان‌های بزرگ شخصیت‌های مختلف منتظرن قصه هاشون از زبون ما شنیده بشه. سلام، به کانال اگرورس خوش اومدید. جایی که ما و تیم خلاقمون داستان‌هایی رو می‌سازیم که ممکن بود در جهان‌های دیگه برای شخصیت‌هامون پیش بیاد و دنیای خیالیمون رو با هم می‌سازیم که ذهنتون رو به چالش می‌کشه. گاهی تاریخ خود قصه‌ای شنیدنی است، قصه‌ای در تار و پود زبان و هویت. در هر سرزمینی مردانی می‌آیند و می‌روند، اما تنها برخی نامشان با جان آن سرزمین گره می‌خورد. پس از یورش تازیان، زبان پارسی مانند درختی کهنسال زیر طوفان بود. در این طوفان فریادی برخاست، فریاد فردوسی که 33 سال رنج برد تا با 50,000 بیت شاهنامه عجم را زنده کند. این حماسه زبان پارسی را نجات داد و هویت ایرانی را جاودانه کرد. حالا بیایید لحظه‌ای بیاندیشیم. اگر فردوسی نبود یا شاهنامه نوشته نمی‌شد، ایران بدون این آینه فرهنگ چه می‌شد؟ امروز پا در چکمه‌های خیال می‌گذاریم و سفری می‌کنیم به آن سوی تاریخ، به جهان‌های خیالی که می‌توانستند باشند اما نشد، جهان‌هایی که در غیاب مردی که عمر خودش را برای زنده نگه داشتن ایران و ایرانی وقف کرد رنگی دیگر داشتند. با ما همراه باشید تا در 3 پرده 3 سناریوی محتمل و هیجان انگیز از جهان بی شاهنامه را روایت کنیم. سناریوی اول: اگه فردوسی اصلاً قلم دستش نمی گرفت و شاهنامه رو نمی نوشت. توس، سال 940 میلادی. باد گرم کویر گرد و خاک رو روی خونه ساده فردوسی میریزه. یک خونه خشتی با عطر انارهای رسیده. در این سناریو فردوسی، همون شاعر پرغرور پارسی، اصلاً قلم دستش نمیگیره. هنوز سلطان محمود غزنوی پیداش نشده، ولی فقر، ناامیدی از دربار یا شاید یک مریضی قدیمی دلش رو میشکنه. انگار یک نور غروب کمجون دلش رو پر میکنه، ولی این آرامش یک تلخی گزنده داره. انگار یه چیزی تو وجودش گم شده. فردوسی به جای شاهنامه تو باغ‌های توس کشاورزی میکنه یا هر از گاهی شعرهای کوتاهی رو برای دل خودش و مردم میگه. زبان پارسی که بعد حمله تازیان زخمی شده بود، بدون شاهنامه که واژه‌های کهنش رو زنده کرد، آروم آروم گم میشه. اسم رستم، سهراب و حتی کیخسرو تو خاک تاریخ دفن میشن. ادبیات پارسی رنگ عربی میگیره. انگار روح ایران غبار گرفته. قرنها بعد ایران بدون این هویت غرورانگیز و خفن زیر سایه عثمانی‌ها یا صفویان کمجون‌تر میشه. مینیاتورهای پارسی، شعرهای نیما، فیلم‌هایی که از شاهنامه رنگ و بو گرفتن، هیچ وقت به دنیا نمیان و ساخته نمیشن. زبان پارسی به یک لهجه محلی تبدیل میشد و هویت ما مثل یک کتیبه شکسته و گم و گور میشد. فردوسی تو پیری زیر درخت‌های انار باغش
با یک حسرت عمیق به آسمون نگاه میکنه. انگار روحش داره دنبال یک قصه گم شده میگرده. اما یک لحظه صبر کن. اگه تو این جهان یک شاعر گمنام دیگه قلم رو دستش بگیره چی؟ میتونه روح پارسی رو همونقدر که حکیم فردوسی زنده کرد تأثیری قرار بده؟ این فکر موهاتون رو سیخ میکنه. اگه فردوسی شروع نمی کرد ما امروز اصلا ایرانی بودیم؟ سناریوی دوم، اگه شاهنامه تو حکومت غزنویان ناتموم میموند یا کامل نمیشد. غزنه سال 1010 میلادی. فردوسی بعد سالها زحمت شاهنامه رو با غرور به دربار سلطان محمود غزنوی میبره. حماسه‌ای که روح پارسی رو زنده کرد. اما تو این سناریو درباریان جاهل و حسود که از بیت‌های پرغرور پارسی فردوسی و عزت گرفتن اون پیش سلطان و مردم میترسیدن، زیر پای فردوسی رو خالی میکنن. چرا؟ چون شاهنامه با قصه های ایرانی باستان به مذاق سلطان محمود و دیگر اشرافزاده ها که دلشون با هویت ترکی و عربیه خوش نمیاد، مثل ترس فرهنگی، مثل دود غلیظ دربار رو پر میکنه. سلطان زیر فشار وزرا دستور میده که کار فردوسی متوقف بشه. کاغذهایی که برای چاپ و دستنویسی از شاهنامه بود توی انبار خاک میخورن و حماسه ناتمام میمونه. فردوسی دل شکسته به دیار طوس برمیگرده. زیر نور روشنایی آتش کوچک توی شبی بارونی قلمش میلرزه. ترس لو رفتن مثل سایه دنبالشه. نمیتونه ادامه بده. جاسوس‌های دربار اون رو زیر چشم دارن. کم کم خون نشین میشه. با شراب دردش رو آروم میکنه و قصه به همین منوال سالیان متمادی میگذره. و در دهه 7 زندگی توی پیری زیر درخت انار باغش غمگین و پرحسرت از دنیا میره. شاهنامه ناتمام مثل یک رویای سوخته به تاریخ میپیوند. زبان پارسی بدون این حماسه کمرمق میشه. ادبیات عربی همه جا رو میگیره. هویت ایرانی تو قرنهای بعد کم رنگتر و کم رنگتر میشه. هنرمندان، اشعار و هنرهای فارسی، حتی شور مشروطه بدون شاهنامه یه چیزی کم دارن. ایران انگار یک کتاب بینام شده است. اما صبر کن، شاید یک نسخه ناتمام زیر خاک طوس قایم شده باشه. میتونه روح پارسی رو برگردونه. این حس دلتون رو میلرزونه که اگه شاهنامه تموم نمیشد، ایران امروز فقط یک اسم بود. سناریوی سوم، اگه فردوسی تو حکومت سلجوقیان معروف و شناخته میشد. قرن 11، دوران سلجوقیان، یک حکومت قدرتمند با بازارهای پر رونق و عدالت که مردم ازش راضی و خوشنود بودن. تو این سناریو فردوسی شاعر جوان طوس شاهنامه رو نگارش میکنه.
برخلاف غزنویان، دربار سلجوقیان با حمایت سلطان ملکشاه عاشق کارهای فردوسی میشن. کاتب‌های دربار با قلم‌های تیز نسخه‌های دستی شاهنامه رو تکثیر میکنن. حس غرور پارسی مثل نسیم بهار از طوس تا بغداد و هند میپیچه. فردوسی 30 سال زحمت میکشه ولی در نهایت حمایت دربار حالش رو خوب میکنه. زندگیش پر از نور و افتخار میشه. شاهنامه تو این جهان جهانی میشه. زبان پارسی مثل یک کوه استوار از ایران تا اروپا میدرخشه. قصه های رستم و سهراب الهام بخش اشعار عاشقانه و نقاشی های مینیاتوری میشن. هویت ایرانی تو قرنهای بعد حتی تو مشروطه و یا سینماهای مدرن مثل یک ستاره میدرخشه. فردوسی تو باغش با یک لبخند پرغرور به آسمون نگاه میکنه. انگار میدونه هویت ایرانی برای همیشه زنده است. ایران تو این سناریو یک کتاب بازه، پر از قصه های خفن و هیجان انگیز و هویت جاودانه. اما یه لحظه وایسیم. این شاهنامه جهانی به قیمت حمایت دربار نوشته شد. شاید روح انتقادی فردوسی که تو تاریخ واقعی آزاد بود اینجا زیر سایه قدرت گم میشد. این حس برگهاتون رو میریزه که آیا این همه افتخار ارزشش رو داشت؟ 3 تا سناریو، 3 تا فردوسی، ولی حسشون یکی بود. غرور پارسی، ترس گم شدن، هیجان هویت و یک تلخی پنهان. شاهنامه قلب ایران و فردوسی روحش رو جاودانه کرد. بدون این مرد ما امروز کی بودیم؟ چنین کرم بی شرم صحرانشین به سر داشت رویای ایران زمین. زمانی که لشکر به ایران رسید خردخانه ها را به آتش کشید. چو اجدادمان در اسارت گرفت به خون نیاکان طهارت گرفت. وزان پس دگر عشق از یاد رفت نکویی در این خاک بر باد رفت. چنین بی خرد قوم صحرانورد به ما دین به شمشیر تحمیل. نه هر یک ز ما زندگانی کند چو تازی به ما حکمرانی کند. به هر کشور آزادی ارماندنی است به کوهی به غیر از خرد بسته نیست. ازتون ممنونیم که توی این دنیای خیالی همراهمون بودید. به نظرتون کدوم سناریو واقعی تر بود؟ تو کامنت ها برامون بگین. لایک و سابسکرایب کنید تا امید راهمون باشید. و حتما شخصیت های مورد علاقتون رو توی کامنت ها بگید تا براتون دنیاهاشون رو بسازیم. تا اون موقع حالتون خوب و خیال پرداز باشید.